سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و هموطنان ارجمند. امیدوارم که سلامت هستید. شامتون بخیر بود. دوستان عزیز گرامی، همه شما را به برنامه خودتون، برنامه بازچگف خوش آمدید میگویم. منم محمود جان فیض رحمانوف، همراه دوست و همکارم برادر بابا جان قیومزاد، و انشالله در برنامه امروز در موردی سرکوب دینداران در از طرف حکومت امان الرحمن صحبت خواهیم کرد. اول اینکه این حکومت یکی از ویژگی های همین حکومت امان الرحمن واقعا همین است که یعنی نسبت دینداران یک بدبینی خاص دارد و همیشه یعنی همه دیکتاتورها، همه قشرها را در تمام کشورها زیر فشار میارند، یعنی سرکوب میکنند. ولی در دوران حکمرانی امان الرحمن که حدوداً 30 سال میشود، قشر روحانیت از همه بیشتر ضربه را خورده است، چه اون نهضتی باشد، چه او حنفی باشد، چه یک موعظه‌گر باشد، چه اون سلفی به نام سلفی ها یاد میکنن به همون باشد، یا اخوانی، یا اون که در پاکستان خوانده است، یا در ایران، یا در مصر. همه زندان های تاجیکستان متاسفانه پر از جوانان، پر از شخصان دیندار هست که متاسفانه این حکومت همه را صرف نظر از زیر فشار و سرکوب میکند، ولی باز نسبت دینداران یک بدبینی خاص دارد. ببینید چند لحظه پیشتر هم، پیش از همین که برنامه را شروع کنیم، یک خبری رسید در رادیو آزادی آمد که مولوی یزدگلامی رو که به همین نام مشهور است، مولوی یزدگلامی که از منطقه ونج و وادی یزدگلام هست، اون بازداشت، همراه برادرش بازداشت کردن. چنین بازداشت ها چند روز پیشتر اون امام مسجدی یک چنین رو دیگر امام مسجد را بازداشت کردن. این رژیم نسبت دینداران یک بدبینی خاص، یک یعنی از حد زیاد نسبت همین دینداران قشر روحانیت دارد. این ملا بیچاره چیکار بکند؟ اونی که در پاکستان و در مصر و در ایران و در دیگر جا خوانده چیکار بکند؟ یعنی اون دیگر حق و حقوق ندارد. همه زندان های تاجیکستان پر از این بیچاره ها هستند، از ملا، از این، حتی اون بعضی هاشون دوباره، حتی ایشون سراجدین را هم همتون خوب میدونید که از همون گفته حکومت از سلفی های تاجیکستان که نو از زندان آزاد شد، باز اون فرستادن دوباره بر یعنی زمین این که ایشون سراجدین علیه نهضت تاخت، علیه مخالفین تاخت، ولی رحم نکرد، این باره اون رو وارد زندان کردن. همچنین اکای جلالدین محمود سابق عضو ریاست عالی حزب نهضت و هم بودن، زندان کردن. یعنی چرا مولای بیچاره چیکار بکند؟ این قشر روحانیت چیکار بکند؟ اون بچه هایی که در ایران خواندن، یا در پاکستان خواندن، یا در مصر خواندن، یا در دیگر جا خواندن، چیکار میکنن؟ حتی تبلیغی ها همچون تروریست شناخته شدن، از اونها کار میگیرن و بعد باز جاش میشود اونها را میبرن وارد زندان میکنن. باور کنید دوستان عزیز، همین باعث شده است که همه برادرانی که در
پاکستان درس خوندن. من با اونها خیلی نزدیک بودم، کار میکردیم در پاکستان، مسئولی جوانان تاجیک در پاکستان بودم. همه اون برادرانی که میشناسم در تاجیکستان میگویم که برادری عزیز توانستی برو، این حکومت به هیچ کس رحم ندارد، اصلا نه رحم دارد نه انصاف دارد. شما همین مولوی از گلومی چقدر درباره وحدت صحبت میکرد، حتی از امام رحمان توصیف میکرد، تعریف میکرد، ولی هیچ رحمی ندارن. من همیشه اون بچه ها زنگ میزنن چیکار کنیم، میگم برادر عزیز اینها رحم ندارن. به آدم یعنی آدم هایی که اصلا به سیاست حتی زیدی حزبی نظر بدن، زیدی همین چیزا بدن، همه اونها را امروز میبینیم که در زندان، در کشوکش، در این هستند. پس چیکار باید کرد دوستان عزیز؟ این چی وضعیت است؟ یکی از شاعرها میگوید که من همین یک دو بیت است که میخوانم: زی سریا تا زی سری تا به سریا همه غمخانه بود، ناکسان جایگاهش تخت و سریر هست اینجا. تیغ رانند همه جا بر سر ابنای وطن، خون مردم بخورن مثل که شیر هست اینجا. حال و احوال وطندار ندارند خبر، احمق هجدان ضد امیر هست اینجا. بطنی با خیردان جامعه صد پاره، ولی جامعه بی خیرد از نسج حریر است اینجا. واقعا تنی با خیردان در یعنی جامعه صد پاره دارند. اکای زید چی شد، دیگرها کجا شدن، اکای محمد علی، این دیگرها، همه عالم ها، همه کسی که کوچکترین یعنی این برادرانی که به نام اتهام اخوانی میزنن، یعنی بهترین انسان ها بودن. یعنی در تاجیکستان دیگر یک دینداری مسلمانی که بخواهد که همونجا زندگی کنه دیگر خیلی مشکل شده است. خیلی که چند در صحبت هفته گذشته یکی از مهاجران گفت که در تاجیکستان دیگر میقپن، میگوین که تو زود معین کن که است نهضتی هستی یا یک باید چیز میزنن، یا 24 هستی یا دیگر. حالا این بیچاره برادر باباجان قیمزاد، این برادری از این از گلومی که حالا امروز بازداشت شد همراه برادرش، اون رو نهضتی گفتن. آیا چنین است؟ آیا او واقعا نهضتی است برادر باباجان؟ آواز نیست برادر باباجان، آواز نیست، آوازت نیست. انا آواز آمد، بفهم. با عرض سلام خدمت شما محمود جان عزیز و دیگر بینندگان محترم. راستی خبر این بازداشت مولوی یزدگلومی یا اینکه همون مولوی عبدالله نامش هست معروف یزدگلومی، ما هم شنیدیم و خبر رو پیگیری کردیم. راستی واقعیت این است که عبدالله یا همون مولوی یزدگلومی بیشتر ضد نهضت صحبت میکرد و هیچ وقت اون نهضتی نبود. اما من فکر میکنم این باز هم یک از همون کینه پیشینه مقامات ما علیه دینداران سرچشمه میگیرد و اونها طبیعتا در ساختارهای قدرتی کشور ما یک عقیده حاکم است. هر یک نیرویی که اسلامی هست، اسلامگرا هست، یا اینکه هر یک نیرویی که سالم هست، اون بالفطره خطر محسوب می شود بر رژیم خودگیری. بله، اون یک خطر است بالفطره برای این رژیم رحمانوف. شما اگر دقت کرده باشید در تمام مدتی که همین رژیم با مردم با دینداران مناسبت کرده است، همیشه از این نیرو در جای لازم تا اون که به نفع خودش است استفاده میبرد و بعد میآید اونها رو یا زندانی میکند یا به آبرو میکند یا تهمت میزند، به شکل اونها را تحقیر میکند و میخواهد که در جامعه اونها جایگاه نداشته باشند. واقعا هم اگر شما نگاه کنید تا چند سال پیش، تا سالی 2013 2014 اگر شما دقت کنید، جایگاه روحانیت در جامعه ما خیلی بالا بود.
و وقتی که روحانیت در جامعه ما جایگاه داشت، مقام داشت و میتوانستن کار کنن، منبر داشتن، اخلاق جامعه ما هم متفاوت بود. ما خودکشی به این صورت نداشتیم، ما جنایتکاری به این صورت نداشتیم، ما دزدی به این صورت نداشتیم و در عموم خیلی مردم گرایش دینی داشتن، اخلاق بالا رفته بود، احترام پدر و مادر زیادتر بود، مینوشی و میخورگی به این شکل وجود نداشت. ولی بعد از اینکه حکومت آمد و با همون یک استراتژی قبلی تمامی روحانیت رو زیر سوال برد و اونها رو به اصطلاح در یک برنامه کلی از پیش تعیین شده، با یک برنامه مشخص تمامی روحانیت رو خواست به آبرو کند و شروع کرد به پخش نوارهای فحش و دیگر. این همه دلیل چی بود؟ دلیل این بود که حکومت میدونست که جایگاه روحانیت در جامعه ما حتی از پرزیدنت بالاتر است، حتی از سخن یک وزیر بالاتر است. جایگاه یک روحانی در جامعه ما خیلی بالاتر بود و به همین خاطر خواستن که انتقام بگیرن و به جای اینکه بیاین جایگاه خودشون رو بالا ببرن با خدمت به مردم، با نزدیک شدن به مردم، با محبت کردن به مردم، با ظلم نکردن مردم، تامین جای کار، با دیگر راهها، اونها آمدن و برعکس کار کردن. خواستن که جایگاه خودشون رو بالا ببرن، اومدن و به مردم از روحانیت یک قشری بسیار بد اخلاق یا اینکه قشری دروغگو و جنایتکار معرفی کردن و ما میبینیم که اون روحانی هایی که به یک طرز نمیتوانستن اونها را بدنام کنند، اونها را از منبرها دور کردن یا اونها را نتوانستن مثلا شانتاژ کرده، اومدن از منبرها دور کردن، اونها رو در حاشیه بردن و به جای اونها یک کسانی رو آوردن که مثل شما آگاه هستید که در ناحیه رودکی یکی از این روحانیان رو با چگونه دشنام‌های قبیح نشر کردن دیدن در مسجد و نوارش پخش شد. متاسفانه با چنین روحانی ها آمدن خواستن که جای دینداران رو معرفی کنن، یعنی با این راه خواستن جایگاه دینداران رو خراب کنن و اونها رو زیر سوال ببرن. و اصلی مسئله همین است که حکومت تاجیکستان در واقع در چهره نه تنها روحانی، شما یک بار این رو نگاه کنید که این تنها روحانی نیست، این دیندار نیست، در چهره هر یک نفری که فکری سالم داشته باشد این حکومت خطر برای خودش و دشمنش رو میبیند. این واقعیت است. هر کسی که رشوه نگیرد، هر کسی که جنایت صادر نکند، بالفطره برای این حکومت اون منبع خطر حساب می شود، چون که حکومت نمیتواند در حالت ضروری اون رو با یک چیز متهم کند و اون رو به زندان بکشد و اون میتواند در آینده با سر بلند بگوید که من از این پاره‌خوران جدا هستم یا از این جنایتکارانی که به مردم ظلم میکنن من جدا هستم. و انا همین گونه آدم اگر در جامعه ما باقی مونده بود، همین رو قشر روحانیت بود که همون رو هم آمدن خراب کردن و امروز هم بر ضد اون مبارزه میبرن و اون قشری هم که از روحانیان حتی از اینها دفاع میکردن، حتی از حکومت حمایت میکردن، از رحمانوف تعریف و توصیف میکردن، ولی به اونها هم رحم نکردن. چرا؟ یک بار نگاه کنید، ما در طول این مدت خیلی افراد رو دیدیم که مثلا آمدن از رحمانوف دفاع کردن، حمایت کردن، تعریف و توصیف کردن، ولی بازم به زندان رفتن. نمونهش خیلی شما گفتید همون ایشان سراج الدین، یا اینکه کسانی دیگری بودن که آمدن از اونها حمایت کردن، تعریف و توصیف کردن، ولی به زندان رفتن. برای چی؟ زیرا که این مردم در اصل شما هر کی باشه، هر فکری داشته باشه، اگر حتی از اونها تعریف هم کنید، همین که شما دیندار هستید و میدونید که حق و باطل چی است و میدونید که فرق بین حق و ناحق چیست، شما راهی درست را از نادرست تشخیص میدید، اونها دیگر به شما رحم نمیکنند، شما برای اونها جنایتکار حساب میشید، زیرا که شما میدونید همین که شما آگاه هستید، همین که شما دانشمند هستید، برای اونها شما جنایتکار هستید، شما برای اونها منبع خطر هستید. و این رو هم دیدیم در نمونه این چی بود؟ نمونه این بیاید نگاه کنید چرا ژورنالیستان به آگاهی ما رو زندان میکنن،
بیرون از وطن کردن، مهاجر کردن، در بدر کردن، زدن. کسی که آگاه هست، کسی که یک اندیشه بیدار دارد، این حکومت در او خطر میبیند و برای همین با ژورنالیست هم مشکل دارد، با دیگر هم مشکل دارد و نمونهش هم همون استادان دانشگاهی که شما ببینید استاد دانشگاه مگر چی چیز دارد، چی ایراد دارد، چی خطر دارد، مگر اون یگان یراق دارد، یگان چی جنایتکاری دارد، ولی اومدن چقدر استاد دانشگاه رو زندانی کردن، چقدر پزشکا رو زندانی کردن. ما دیدیم این رو. یعنی این محدود به دینداران نمیشود. درست است که بیشتر بالای دینداران است، ولی انا هر کسی که یک آگاهی داشته باشد و بتواند مردم یک راه درست را از نادرست نشان بدهد، اینها برای این حکومت خطرناک حساب می شوند و این مشکل این حکومت است. بنابراین شما تصور کنید در همین مدت کوتاه چقدر حکومت ما با مردم تمغه خائن و تنفروش و اینها میزنند. هر کسی که مهاجران ما وقتی که به روسیه میروند، اکثریت مهاجر امروز ضد این حکومت شدن. برای چی؟ برای اینکه مردم مهاجر ما در هجرت با از طریق اینترنت، از طریق شبکه‌ها، از طریق رسانه‌های دیگر همون کشورهای کار میکردگیشون، میزبانشون، با افکار عمومی جامعه جهانی، با دیگر چی میگن فرهنگ ها، با دیگر سیاست های دیگر کشورها و در عموم از زندگی شایسته مردم دیگر آگاه شدن و اونها میدونن که حق و شایستگی زندگی بهتر از این را دارن مردم تاجیکستان. این را که من مهاجر در کرد به طور طبیعی مخالف این حکومت میشود و این مشکل این حکومت ماست و واقعا هم در دراز مدت این حکومت ما خودش دچار مشکل می شود، شده است الکی و باز خواهد شد و مردم به جای اینکه حکومت بیاید با مردم کنار بیاید، برای مردم یک راهی درست نشان بدهد، با مردم همکاری کند، حکومت رفت است دنبال یک کارهای دیگر، رفت است دنبال فشار بالای مهاجر بیچاره، رفت است فشار بالای یک آدمی که در اینترنت میشیند میخواهد یک چیزی تماشا کند بالای این و بخصوص باز بالای دیندارانی که اونها حتی از این حکومت هم دفاع میکردند، از رحمانوف حمایت میکردند، توصیف میکردند و مطمئنا همین دوملای از گلامی همه میدونند، تمام مردمی که با او بودن میدونند که ضد حزب نهضت بود، نه طرفدارش. و حتی وقتی که بعضی از یکی از بچهای ما که با او خیلی صحبت‌ها داشته است، نزدیکی داشته است، گفت چه را بازداشت کردن؟ گفتم خیلی با گفتن نهضتی است. میگه این عجیب است واقعا، چه یک آدمی که او ضد نهضت بود با میگن که نهضتی است، دیگه این حکومت دیوانش ده، یگون کس دیگه به این حکومت باور نمیکنه در آینده. ولی واقعا همین است. مطمئنا در آینده دیگر مردم الکی میدونن که این حکومت هر چی پیدا کرد، یک آدم برای بازداشت و زندانی کردن یک آدم هر چی از پیشش اومد اون تهمت زدن میگیره. در حکومت در همه اونهایی که از زندان تاجیکستان بیرون میآیند میگن 70-80% مردمی که در زندان ها ششتن همش با تهمت نشستن و این رو همه ما میدونیم و این ظلم است، این بدبختی است که با این نمیتوانند این مردم بیشتر از این با مردم فشار بیارن و با این راه پیش برن. برادر بابا جان، در مسئله یک مسئله هست که بعضی‌ها میگویند که همین فضایی که در فضای دینی که و فشاری که در بالای همین دینداران در همین حکمرانی رحمانوف است، در همین فضای سرکوبگری حتی در زمانی شوروی، همون 70 و 80 شوروی وجود نداشته است. واقعیت داره نمی؟ خب شاید من زیاد اون سالها رو یاد نداشته باشم. در اون زمان ما آخرهای سالهای شوروی رو به یاد داریم که در مکتب میانه میخوندیم، ولی حتی معلم ها با ما اجازت میدادن که وقتی اجازت میپرسیدیم که ما در روز جمعه بریم جمعه خونی، اجازت میدادن و جمعه خونی حتی اجازت بود در اون. البته این سالهای پایانی بود، ولی یاد داریم که در شهرهای بزرگ مسجدها وجود داشتن، مردم و اگر مسافرها هم بودن میرفتن نماز میخوندن و این برای مردم مشکل ایجاد نمیکرد. ولی واقعا اون چیزی که امروز به نام یک حکومت دموکراتی از طرف حکومت دموکراتی انجام می شود، بالای فشاری که بالای دینداران صادر می شود، واقعا این دیگر قابل مقایسه نیست با هیچ چیزی. زیرا اینها ادعای دموکراتی دارند، ادعا دارند که این حکومت دموکراتی است. پس نمیتوانند که ما نباید این رو با اون حکومت کمونیستی مقایسه کنیم.
زیرا اونها آشکارا دین رو افیون خلق میدونستند. ولی اینها حکومت دعوای دموکراسی دارن و باید که در این حکومت دموکراتی هم دیندار هم به دین و هر کسی که میخواد باید آزاد باشد. ولی متاسفانه میبینیم که حتی در این حکومت ما نه دیندار و نه به دین و هیچ کسی هم از آزادی برخوردار نیست. برادر بابا جان مثلا حالا همین یک مسئله هست که در تمام کشورهایی که دیکتاتوری هستند همه قشرها سرکوب میشوند، از جمله در تاجیکستان در اینا. ولی یک چیز خاصی هست که در کشور ما و اینچنین یک شباهت دارد در کشور مصر هم همین چیز هست که نسبت دینداران یک شکل از حد زیاد. ببین در تاجیکستان نه نهضتی امان دارد، مثلا این امنیت دارد، نه حنفی، نه موعظه‌گر، نه یعنی هیچ، یعنی نه با گفته سلفی، نه تبلیغی، نه هیچ نفر، نه با گفته اخوانی، یعنی هیچ همین دیندار در عموم ندارد. به نظر شما آیا همین یک بدبینی از حد زیاد همین وجود نهضت، یعنی نهضت که حزب نهضت اسلامی که در تاجیکستان بود و مثلا یک حزب اسلامی بود، همین دشمنی، یعنی بگیم که چالشگرترین نیرو در همین حکومت در نسبت رحمان همین حزب نهضت بود و همین اسلامی ها، همون مخالفین، بیشتر مخالفین اسلامی بودند یا همین اسلام سیاسی که میگویند. اگر به نظرتون همین در جای نهضت اگر یک حزبی اگر دیگر میشد، یک حزب لیبرالی مخالف رحمان میبود به همین در جای نهضت به همین حد، آیا همین خیلی فشارها هم میشد نسبت ملاها، نسبت قشر روحانیت، یعنی از حد زیاد؟ یعنی درست است محمود جان. من فکر میکنم که از این بیشتر برمیگردد به همون صلح‌هایی که صلح‌های مقاومت که حکومت رحمانوف وقتی که در مقابل نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا قرار گرفت و دید که در اونجا البته در اون حالت همه نیروهای مخالفین، همه از لعل بدخشان، رستاخیز، حزب دموکرات، همه در کنار هم بودن، با این مبارزه می بردن برای استقلالیت، برای آزادی و بر علیه این حکومت رحمانوف. ولی در اون زمان از همه نیروی قوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. واقعا همینا ما در عمل هم دیدیم و در صلح مقاومت، و این یک بدبینی رو در حکومت به وجود آورد، در این نیروهای حکومت چی میگه قشر حاکم به وجود آورده است و این کینه از اونجا باقی مانده است و شاید یکی از سبب‌ها همین باشد. و شما درست میگویید که اگر امکان داشت که اگر یک حزب لیبرال یا یک حزب غیر اسلامی قوی می بود در تاجیکستان، شاید که چنین نمیشد، به این حد فشار بالای دینداران نمیشد. ولی شما ببینید محمود جان، من فکر میکنم اون چی که امروز در حکومت تاجیکستان به خصوص در حکومت در رهبریت آن وجود دارد، اندیشه دوران کمونیستی است، ایدئولوژی دوران کمونیستی است. شما ببینید همین قشری که امروز در حکومت هستند اکثرش و همون ایدئولوژ های این حکومت انا همون بزرگایی هستند که از زمان شوروی افکارشون میراث مونده است، به خصوص خود سیدنومین یتیموف و خود رحمانوف و دیگرهایی که هستند در این ایدئولوژ ها، حالا مثلا بسیار بر علیه دینداران مبارزه میبرند. اینها انا همون مفکوره دوران شوروی رو با خود دارند، مفکوره مارکسیستی رو با خود دارند. متاسفانه در جامعه ما امروز انا همین گروه آمده است، تسلط پیدا کرده است و میخواهد دین رو واقعا هم از تمام زوایا، از تمام بعدها و از تمام جنبه های زندگی انسان ها بیرون ببرند و دین رو فقط محدود کنند به یک مسجد. حتی در مسجد هم دین رو آزاد نمیگذارند. ما این رو دیده ایستادیم و این دقیقاً انا همون تفکر دوران شوروی است. ولی رو در یک کشور آزاد دموکراتی شما اگر ببینید هیچ جا نمیبینیم که کسی بیاید و بالای دینداران با چنین شکل فشار بیارد. حتی در همین اروپایی که ما هستیم، با وجود بعضی از جنایت‌هایی که از طرف بعضی افراطگراهای مسلمان صادر می شود،
ولی با چنین شکل مناسبت نمیکنن. ما خودمون میبینیم در اینجا با اونها آزادی رو آزادی مسلمانان رو سلب نمیکنن، ولی در حکومتی ما با چنان فشار میارن که واقعا انسان حیران میماند. محمود جان اگر دوستان بیننده رو وارد شدند و اینجا اونا رو شریک بسازیم در بحث با فکرم خوبتر است، چون زیاد منتظر شدم فکر میکنم. سلامت باشین. فقط یک اعلان کنم پیش از همین، یک اعلان کنم که همین برنامه حالا در رادیوی پیام به طور زنده پخش شده ایستاده است و پیام هم میدونید که رادیوی پیام بیننده خود رو دارد. آنهایی که نمیتونن در یوتیوب اینها استفاده برن، مثلا در ماشین هستن یا در دیگر چیز، میتونن که همین رادیوی پیام در تلفنشون نصب کنن و تمام قریب برنامه هایی که از طرف مخالفین می شود در اونجا به طور زنده نیز در همین رادیوی پیام پخش می شود. خب حالا خواهر چروس سعیدو اگر فکر دارید، اگر خواهش میکنم که درباره همین موضوع باشد باز بهتر است، همین موضوعی که صحبت داریم و بهتر است. هرچند ما میخوایم که اخیرای برنامه باز فکر و درد دلای مردم بشنویم، ولی به هر حال در اول همون چیزی که به برنامه ربط دارد، برای که ما حالا خیلی مسائلی هست که میخوایم مطرح کنیم ماندگی هست، از همین خاطر خواهش میکنم که فکرها را زودتر و اگر مربوط ربط به همین موضوع داشته باشد بهتر است. خواهر بفرمایید. السلام علیکم السلام علیکم. و علیکم السلام. اکا جان خاطر از برای دین خود ما حرف زدیتان خیلی همین چی میگد خیلی خوبتر شد، برای چی که حاضر تاجیکستان با میدونیم که حاضر مسجد خوره محکم که دیسته پرکتیس که چی میگد آدم های حلق خدا ما رفتن نمیتوند، میترسد، حتی که از آن نمیخواند. پرکتیس که یک جو هسته که از آن نمیخواند. برای چی؟ ملت ما چی بود؟ ملت ما دین ما چی بود؟ دین ما اسلام نبود. من همین حیران میشم که دموکرات میگه جای دموکرات همه چی ممکن که خریستیانی ممکن، دیگه دینا ممکنه، همه دین ممکنه، برای چی که اسلام ممکن نیست. من همین به حیران میشم. ما بیمالال از آن خونده نتوند، نماز خونده نتوند، یگان شهروند تاجیکستان بمرد چی میگد یگان سوز کدا همین چی میگد گور کردن نتوند، قبرستان بردن نتوند. این چه ملت من نمیدونم. قبرستان با یگان انسان ببرد همین میفهمد، برای چی که موندگار نمیدوند. اینو همه چیز درنگ دارد. اینا برای چی این درها نمیگیره؟ ما کی هستیم؟ حق حقوق ما داریم ایلی نداریم؟ حقیقت نیست یگان جو. طرف ازبکستان بعد اسلام کریموف زنده بود، همه خیل واقعه ها بود، ما حیران میشدیم. حاضر همه روزها سر ما با آمدگی یگان کس آوازشون برآورده نمیتوند، میترسد، گریه میکند، ناله میکند، ناله خلق یگان کس گوش نمیکند. گوش میکند پرستت گوششون محکم میکند، که بوده اینا نشمیده ندیده یگان چیزا نمیدوند. همینش خوب تره نامر شوند زنده باشن میگد. اینو برای چی؟ اگر میموری حتم قرآن خوانده نمیتوند، قبرستان رفته برای مرده ها برای همین چی بگد گذاشتگی یگان ختم قرآن خونده نمیتوند، یگان سوره را نمیدوند، یگان چیزا نمیدوند. حاضر خلق بسیار جوانان نمیدوند همین چیزا. یگان دین گرد زرد میگد که تو ها تروریست هستی. ها من تروریست هستم برای چی که دین دارم، ایمان دارم، این وجدان دارم، برای همه من تروریست هستم. من همین گفتنی بودم. میبخشید سختر دیگه باشم حضور میخوام. نه خیلی خوب، تشکر زیاد. واقعا همین خیلی است. من خیلی پیشتر گفتم هر برادر میگوید که در همون جای مثلا در کجای خوانده است در بیرون میگوید که من چیکار کنم، من اصلا کار ندارم، نه با سیاست. من گفتم اینو با سیاست، شما با سیاست کار ندارین، شما از پشت زندگی هستین، ولی این حکومت هیچ عقل و فراست ندارد.
هر کسی که خوند است در بیرون اون یک چی میبیند، یک به چشم یک خائن میبیند، یک افراطی میبیند. همچنین هر کسی که حتی در داخل هم یک بیچاره کمتر نمازخوان پایبند باشد زود میگیرند یک تمغه سلفی یا نهضتی یا تبلیغی یا اخوانی گفته اونا زود میبرند زندانی میکنند. حالا میشنویم از برادر تاجیک مسلم. به نظر من همون برادری که هفته گذشته هم همراه خواهرم صحبت کردن همون است. بفرما برادر تاجیک مسلم. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. انشالله که بردارا هر دت خوب میتوین. انشالله که خوبین. سلامت باشین. تشکر. انا خیشالله وقت هم دارم میگم ایتا گفتن در حال گپاتونا بگین ایخی با در حالی بعد من گپ هم تیور کنن نمیتونم اقیقا گپ زن یار نه با گپ زن در مسئله دین، در مسئله دین اوین مقصد در تاجیکستان ایتا اگر میستیم نگاهش میکنیم اولیچ خیلی که برادر گفت که ایو هم یک چیزی کمونیستی را دارن. بهترین گفت، راست گفت. یو عقیده کمونیستی را گرفتگی هم بخه چو همو کمونیستی هم استفاده برده نمیتونن اخوی. اینه شرمندگی شوندگی جای همو کمونیستی را هم استفادهش بردن نمیتونن. خوب انا مسئله مسجد ها در همو دوره را هم خیلی که گفت ما اجازت میگرفتیم میرفتیم مثال نماز موامه خوندیم خیلی که یا کلونترن یا خودشون میدونن در او مثال او دوره چیکار میکردن. در دوره های ما اگه بگیم تا وقتی که شما بدین باور کنین یک کم ترک احساس میکردیم همی آزادی دینی را در تاجیکستان ده خیلی احساس میکردیم که مثال بدن برادرایی که در همو دانشگاه هم درس میدادن ای همی چی بدن ده ای همی حزب بدن. راستش ما چندین تاش خطی مثال خدمت تا میبینمش میفهممش که همی که اوزه ایگی جا هایده برای قطیش هم صحبت میکردم میشیدم. ما را اجازت میدادن ای دانشگاه هم میرفتیم ای مکتب هم میرفتیم مثال خیلی نمازمون هم میخوندیم پناهی آخی همی ها ایتا یکون چیز دزی میرای کو تا نمو منی ایسوس که یتا نبیند اونمو تا ده همی آزادی نیست تا دین آزادی نیست. خوب اما که مسئله دینی را که همی فشار را همی مثال شرمنده بود که هگی که دیگر ملاهای بیچاره هش ایسرشون کندگی دیگر دیلا اونو میشم باور که ای چی برسه با ملا چی برسه که اینا او روزونه ادوکات یا شعر گفته است اونا بیچاره یا شعری خیلی راست گفته است آخی اینا ادوکات ای ملا را هم نیست همی کیه که حاضی بخدا خیال منم اگر یا عرق خور ملاش اوست یا عرق خور اگر همی تا یا شعر بگه که همی با او اگر کم ترک رب داره کو ای همی پیشواها و مثال ای همی چیو هوایی میبرنش یا 24ش میزنن یا تو میگن یا وقت نهضت بدی یا که هم یک گپ میگن آخه میبرند بالاخره میبرند آخه دیگه یا کو کار ندارن هیچ کارشون نمونده است دیگه نمیدونن کو چوکن واقعا کم فکر میکنم که همین برزگا کو این دیگه نمیدونه که چوک نداده همین حیات ده همین زندگی همو هفته به هفته است که یک بار کم اگر هشور شود در حیاتش دیگه نمیدونه که چوک نه که میخیزی ای خوب پخمیل میخیزه نمیدونه که چیکار کنه دیگه باید چیکار کنه شکو هم آدم نمیدونه با دین هم دست میزنه با یک آزادی خواه هم دست میزنه با یک اینمی به سطر مثال به حجاب هر کیه کی باشه کو این دستش میزنه با حافظه هم تراشک داره واقعا یک دیکتاتور اخی اینمی خیلی میشوده این دیکتاتور ایو دیکتاتوری به عقل کارنی دیکتاتوری به عقل اینمی روسیه هم دیکتاتوری یا ماکو که در بود هواش نمی‌نیم که اینجا هم سازای همین دیکتاتوری چخیل دیکتاتوری که این مردم میخه چاکو دایا حلقه هم تجمع کاری گرفتگی میتیاشون اینمی کردیتی محشر کو دیگه نه در فکر سیاستن نه در فکر همین پیشرفت دولتن این ملت چی میشه و دولتشون چی میشه در این فکر نیستن تا آخری عمرشون کو همین لاو تای دهان همین لاو تای دندون کو زور زده و کردیت میکنن ایو
ё дар ани ин сиёсатгирифтагишона ин диктатурора ба ақл меган. мисол ки мардума мета мехираву худаш дизидан мегира, ҳеҷ кас дигар ӯ намековаш ки и чӣ дизидеса айда. барое ки як қафои зиндагии саргардона бояд кредит чабута 20 сола хунааш мета 60 сола хунааш мета кредит то охири умрш хуб бини 50 сол умр мебини дигар чанқа мебини ту дигар дурӯғ ки умрит ай мисол ай санг боша мебри мерай. ана дар Тоҷикистон на мемонад ки утакини наметад мезанад гирья канид намемона ин мику охи дигар намедунем чо кунем да қатъи ба кадом забон гав занем. اینقدر شما گفتین اکا اینقدر شما گفتین اینقدر همه گفته اینه که من همه یک چیز هم میگم که همه ملت اکو همه ملت همه تا طول تاریخش همه تا میستی نگاه منی که آیا چیزی ما میترسن ایو آیا سرجمی ما میترسن آیا متحد شوی ما میترسن ایو ما که متحد شیم ما که سرجم شیم که ملت تاجیک در دنیا باید ما قانون بمونیم قانون هم ما میمونیم که اینی خیلی بازی موندگی هم دیگه ملت ها استفاده کیسن قانون های ما قانونه که تاجیک برورده استش کتاب تاجیک برورده استش استفادهش برده است محقق خودمون هیچی این همی بلا در ارکان چقری با چقری در همین مسکو بگرد خب برای که ما رو هم خیلی کم این همی خیلی مکرد این ای 30 سال شد این ایش کدیسه هایمون 70 سالی شورویش نمی چند سالی اونا مغولش آخه اگه دوباره این ملت هم مقصد قهرمانا داره این ملت هم ملت خوبه که با اینا مثل شما برادرها را برورده است خداوند گفت گپا که چیزتون کنه انا نگهتون بداره اینا مخالفا شما را برورده است هیچ ملتی روی دنیا اینقدر مخالف نداره اینقدر آزاداندیش نداره اینا من یاد دهقانم این رویده من چی میگم میفهمم همین سیستم را میفهمم که این همین پدنالت دروغ گفته ایسا همین مردم ها فن ممکن ایسا میفهمم ملت ما تیز انشاءالله تیز به یک حالت خوب مثال میویا به یک درجه خوب میویا میرسه بدون رحمان و فقط بدون این همی اویله میرسه فهمیده یا دولت واقعی این همی فرق نداره حزب نهضتی یا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگفتن خوبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان روی دنیا حزب نداره اولی ها میگن که اسلام باید حزب نداشته باشه ای آدم ما این هم یک فکر تاجیکی این هم یک فکر انسانی یک فکر بشری انسانی که این نمود حزب که که به جنگ بگیره سر قدرت برویا به هم زبانی به هم فکری همچون سیاست بیایا مثال پیش بدرویا برنامه های خودش بررسی کنه این کمو میگیرم در 5 سال این خیلی کارو را در برنامه‌ام دارم این خیلی میکنم باید مثال هر یک حزب همین میگه اسلام هم چونین هم خیلی حزب ای تمام چیز بخور ای همه چی نه چرا گفتی گپا که قصه سطر حجاب بود مینا نمیگه که تو نکو خی تو بای قره که حزب اسلامی شید این اسلامی نمیشه و او دولت ای آدم یا دموکرات یا همی یا بار همی حزب نهضت بخونین همون چه بخونین همش میفهمین چی گپای سلامت باشین برادر عزیز حالا تاجیک شما باشد که برادر تورد برادر است خواهر از دوست تورد بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله انشاءالله خوب هستین اکا سلامت باشه برادر عزیز این برادر در باره روسیه خیلی گپای سخنهای بهترین گفتن نه که در باره روسیه چیزی گفتن نگفتن این بسیار دروغ است برای که روسیه مردمش تامین کردگی است با پول بسیار تامین کردگی است با زندگی آباد تامین کردگی است روسیه چیکاری میکنه نمیکنه مردمش تامین کردگی است شما تاجیک گاوزن درباره تاجیکستان درباره امام علی رحمان انا با چی گفتنیم این برادر شما این پیمان ملی
این значит معلوم میشه با محیدین کبیری، کانال محیدین کبیری هم خیاست. فرمان بله. اینا یک هفته چند روز یکا 7 روز. بله. همه شما همه قدودا دارین. خداوند شما را برای کارتیا با کارهای شما عملی گرداند. شما نمیتونید که همین هر روزه برنامه خود را مانید. مجدد میکنیم. ما همین یوتیوب میکنیم کنی کدام گروه همین روز برنامه داره که ما داریم سخنهای خودمون گپ زنیم. از شما نمیکنیم برنامه. این من حاضی 2 ساعت زیاد شد. گروه 24 گروه اصلاح تیوی گروه اصلاح پلوس همین کافی هستم که در کدامش افیر باشه ما گپ زنم. روزه مردم بیدار شدگی های. التماس از شما خداوند راضی باشد. شما همین هر روز برنامه کنید. برادر بابا جان چی گپی دارید به همه دو گفته این برادر؟ پیشنهادی برادر نوشتیم انشالله در نظر میگیریم، ولی اگر دقت کرده باشید اکثر روزها برنامه ها هستند در کانال های مختلف. فکر نمیکنم روزی باشد که به برنامه باشد. شما حتما در دیگر کانال ها هم صحبت کنید، ولی ما کوشش میکنیم که در این کانال پیمان ملی هم بعضی برنامه ها باشد و البته برنامه رئیس پیمان ملی تاجیکستان در نظر گرفته شده است که روزهای دوشنبه باید پخش شود و متاسفانه به خاطر مشغولیت ها و بعضی چیزها این برنامه یک دو هفته است که برگزار نشده است و امیدواریم که برنامه ها در این کانال هم دیگر مداوم ادامه می‌یابند و شما فرصتی صحبت پیدا می‌کنید. برادر تبر حال صحبت اگر داشته باشین بفرمایید ادامه بدید. اکنون چیه برادر روز خاتمه گپ زد نامشون چیه؟ بابا جان، برادر بابا جان قیوموف. بابا جان قیوموف. اگر خداوند از شما راضی باشد ما همه وقت ما طرفدار شماییم. انا که یک سوال دیگه. بسیاری مردم خوب گوش کنید. بسیاری مردم طرفدار محیدین کبیری است. نه که از طرف محیدین کبیری برنامه ها سست که سست. من دروغ نمیگم که چیزی که حق است من همه وقت طرفدار حق هستم که این همه یکم برای برنامه پیمان ملی اینه یکم برای من میدارم پیمان ملی در صحبت میکنم. اگر شما میخواهید که آینده تاجیکستان افتخار و درخشان کردن و شما برنامه هاتون بسیارتر کنید. درست. سلامت مردم تمام که وقت تمام شد بس کنم. بگو همین فکرتون بگو با دیگه برادرها را بشنیم. همین فکر اخیر تا بگو. فکر اخیر ما هم خیلی گفتنیم که برنامه شما بسیارتر شود. مردم تاجیک عقل شکار فرمونه. برای چی؟ برای که ما در این حیات آهنی نیستیم. ما یک بار می بیاییم یک بار می رویم. ما زندگی خود رو باید شیرین و آباد در تاجیکستان خود گذرانیم. سلامت باشین برادر عزیز. واقعا فکر گپای خوب گفتی، ولی متاسفانه 30 سال هست اونایی که 30 ساله و 25 ساله هستن در همین زمان رحمان یک رهبر دیدن، یک رهبری که ناتوان و ناچیز متاسفانه تا این روز ادامه دارد. یعنی گفته شما واقعا همین خیلی است. حیاتی 30 سال زندگی مردم کم نیست. اونایی که بیچاره‌ای که 50 60 ساله بود
امروز چی حالن؟ اکا جبایدالله روزیق مثلا در زندان است که 70-80 ساله است. واقعا درست میگوید، یعنی موزیق میشه آدمایی که حق جوین حق گوین و یا همه پشت زندانی هم. امام علی رحمت خواب است خواب دیده است که مرده است. ما نمیخوایم دیگه 30 سال شد بس بوده که مردم تاجیک کم ترک هوشیار شوین، بیدار شوین. التماس سلامت باشین. انشاءالله برادر بابا جان هم میرساند پیام شما را به رهبر پیمان ملی برادر استاد محیدین کبیری. انشاءالله اونم باز انشاءالله که امیدواریم که بیشتر صحبت کنیم. حالا از یک لحظه محمود جان، من یک چیز دیگر را به این برادر برسانم اگر بگو بفرمایید. ببینید برادر عزیز، درست است شما انتقاد شما با جا است و حتما این را ما میرسونیم، پیگیری خواهیم کرد، ولی شما یک چیز دیگر هم فراموش نکنید برادر عزیز. برای مثال محیدین کبیری همین شب و روز اصلا فرصت پیدا نمیکند برای صحبت آنلاینی، از پای کار است، از پای فعالیت است، فعالیت با فعالیت‌های دیپلماتی، فعالیت‌های حقوقی بشری و خیلی چیزها هست که انجام داده ایستاده است. ولی خب بسیاری اونها باید چون رسانه‌ای نمیشوند، با فعالیت‌های دیگری هستند که در رسانه‌ها نیستن، به شما نمیرسن. شما فکر میکنید که مثلا اون کس در رسانه‌ها نیستن، این شاید که این چیزها به ذهن شما میاد، ولی واقعیت این است. برای مثال در همین شب و روز محیدین کبیری برای توی چند نفر از تاجیک‌ها هست در ورشاو، در اینجا حضور دارد با اونها در یک جایه صحبت ها میکند، ملاقات ها دارد با مقامات اینجا، با گروه ها، با نیروهای مختلف، با دیپلمات ها، با سازمان ها، و در عموم یک حالتی هست که فعالیت های زیادی هست که انجام می شود. برای مثال با دادگاه ها فرستادن پرونده ها و خیلی کارهایی هست که انجام می شود، ولی چون رسانه‌ای نمی شوند و اونها را مثلا باید که به شکل همین بعضی فعالیت ها به هر حال رسانه‌ای نمی شوند، شما فکر میکنید که این فعالیت ها نیستند، ولی مطمئن باشید برادری عزیز خیلی فعالیت ها هستند و ادامه دارند، ولی پیام شما را حتما میرسونیم که صحبت های آنلاینی رو حتما بیشتر کنید. اکا جانو یک دقیقه همه یک زن مهاجر از توجه خیلی بفرما برادر، همون فکر خواهش بگو بعد این زن مهاجر. بله التماس یک مینوت من گم نزنم میکفم. اکا جانو توی همش وقت ساعت خودش داره. حاضی مردم تاجیک خون خورده است، خون میدانه شما، خون. انا محیدین کبیری در رسانه که توی وقت ساعت خودش داره. حاضی مردم طرفداری کردن در کار، دست آمدن در کار، مردم تاجیک ای خفا کشیدن در کار، زندگی آباد بردن. سلامت باشید. سلامت باشید. پیش از یک اعلام بکنم که همین برنامه در رادیوی پیام در حال حاضر نشر میشه، پخش می شود و هر کسی که مثلا شرکت کردن نمیتونن مثل که آواز باش شرکت نمیتونن در یوتیوب ببینن، میتونن از طریق نصب همین رادیوی پیام در تلویزیون، در ماشین ها، در دیگر چیزها میتونن که این برنامه و برنامه‌های دیگر رو بشنون. حالا با زن مهاجر بفرمایید. زن مهاجر. السلام علیکم. و علیکم السلام. شامتان بخیر باشد برادرم. من ناظر فکری همین برادر تبر چی نویسته است نامشان بسیار گوش کردن. وقتی که برادرمان، شاید من از موضوع بیرون برایم، وقتی که برادرمان عزت امان را از اینجا بازداشت کرده بودن
برادران گروه 24 هر روز برنامه میگذراندن. حاضر من همه جیم شخصانی که وقتی که کارشان میافتید نزد عزت امان میدویدند، همه این را فراموش کردن برادر. باز امروز یک نوار دیگر را دیدم، با کسی کمک لازم شده است، باز با آنجا رفته است. من از همین فرصتی که از منبر شما من از فرصت استفاده گفتنی هستم که دیگر کمک نکنند. با این قدر شخصانی که عزت امان کمک کرد آنها کجا شدند؟ 3 ماه می شود که برادر عزت امان در کجا است؟ بار او را به کسی نشان ندادن. بس است. ما باید این فکر غلامی را از سرمان دور کنیم. روسیه به روسیه آمده کار کردن هم تا کی؟ باید مردم به این فکر بیاید که ما باید از این چیز دست کشیم. میبینم در نزد اویاکاسا هم همین خیلی برای بلیت شده خانه و منزلشان رو فروخته به اینجا آمده ایستادن. بعدا پرزیدنت ما همه وقت لاف از ملت دوستی و از زبان دوستی و میزند. من به یک چه حیرانم. من خودم 10 سال است در مهاجرت مهنتی هستم. من بعضی شخصان را میبینم آنها تماما زبان تاجیکی را فراموش کردن. اگر من فکر میکنم 30 سال است که ما مهاجریم، پدری من مهاجر بود، ما فرزندان پدر مهاجر شدیم، من شخصا نمیخوام که فرزندی من به اینجا بیاید. من این چیز رو همه وقتی که در خانه میشینیم با همین زنهایی که ما در یک جا زندگانی میکنیم، وقتی که من با آنها میگم که من شخصا نمیخوام که فرزندی من به روسیه بیاید، برای غلامی این غلامی است. هرچند ما معاش گیریم، ما در اینجا یگان قدر و قیمت نداریم. تا آنی که ملاها رو میدارند و دانشمندها رو میدارند و سرکوب میکنند، در فکر خلق باشند، زواد سازند، فابریکه سازند، خلق را با جای کار تامین کنند. ما نه حقوقمان را در تاجیکستان حمایت کرده میتوانیم نه در روسیه. این برادران ما بعضیشون فقط جلب میکنند. شما باید هر روز نوار کنید. اینقدر مخالفان مردم رو بیدار کردند، باز از این زیاد چیکار کنند؟ مردم باید حرکت کنند. اگر مردم حرکت کرده نتوانند، شخصا من زن هستم، من همه وقت تیار هستم. یک وقت بود من همین نوار شما رو تماشا کرده ایستاده بودم، در جای کار بودم. من بی ناوشنیک بودم. یک مرد به نزدم اومد و از تاجیکستان بود است. من میگوید که تو چی این نواره تماشا میکنی؟ اگر فهم تازه میبرد یا ترمه میکند یا همینجا ایستاده پدر و مادرت عذاب میدهد. من گفتم اگر پدر و مادری من با آنها لازم باشد برات پرانه، من راضی هستم، لیکن من نمیخوام که فرزندی من مثل تو آمده اینجا دورنیکی کند. شاید تو مردی، اینقدر قد و قامت داری، اینقدر زور و بازو داری، آمدی در اینجا یک لپتکه و یک جورب در دستت است، این تحقیر نیست. من دلم میسوزد، لیکن غرور غلامی را از دلشان از فکرشان برآوردنی نیستن. مردم ما طول 30 سال است غلامی. روسیه برای ما یک عمره نیست. هر روز یک قانونی نو از خواب میخیزی، هر روز یک قانونی نو. خیلی تاکیه ما باید در فکر آبادی کشور باشیم. اگر این طور رفتن گیرد، من فکر میکنم ما زبانمان را از دست میدیم، وطنمان را از دست میدیم. مردم کوچ بسته به روسیه آمده ایستاده است، حوری و خانه و جایش فروخته. اگر این خیلی فقط با امید مخالفین شدن لازم نیست، ما باید مردم عادی نیست باید حرکت کند. به فکر من وقتی که یک شخص را داشته بردند و او را حبس کردند و این شخص خیش دارد، فرزند دارد، همسایه دارد، برای چه همه آنها جمع نمیشوند؟ میترسن. از چی میترسن؟ امروز نوبتی وی، پگاه نوبتی من. وقتی که امروز دری تو را تخ کرد، همسایت به تو نگاه نکرد، پگاه میشود نوبت همسایه دری او رو نیست تخ میکند. ما باید یک مشت شویم، نباید فقط از مخالفین خواهش کنیم و چی کنیم که باید شما حرکت کنید. ما باید حرکت کنیم، مردم عادی، چون که ما در تگ ظلم هستیم. من نمیدونم این بعضی مردان ما چرا فکر میکنن فقط زوری و گپشان با مخالفین است. باید ما حقوق خود را داریم، از حقوق خود استفاده بریم و قانونی طلب کنیم همه چیز را. وقتی که حقوق خودت را نمیدانی، بعضی شخصان را میبینم آنها حتی با زبان تاجیکی این جای تحقیر کردن نیست، درست نوشته نمیتوانند برادر، درست نه سخن کرده میتوانند نه نوشته میتوانند. اینقدر که ما بزرگان داریم، سینا و رودکی و این یک ریزانیدن آبروی خلق تاجیک است. من فکر میکنم
وقتی که با ما میشینیم اینجا گپ میزنیم صحبت میکنیم بعضی ها میگن که تاجیکستان آینده ندارد من همه وقت باوری دارم که آینده تاجیکستان ما درخشان است من به شما برادران مخالفین تشکر گفتنیم مخالفین همه وقت به پیش زنده باشید تشکر زیاد که شما اینقدر مردم رو بیدار کردید و مردم گفتنی هستند که باید حرکت کنند نه اینکه فقط به مخالفین گپ زنند و گویند که اول شما پیشتر روید وقتی که یک همسایه را داشت یا خویشت را داشت تو اول خودت پیشتر رو که بعد دیگران از جمله تو خیزند نه اینکه مخالفین مایلش برادر گپ رو بسیار نمیکنم به دیگران سلامت باشین واقعا درست میگوید همین مخالفینی که با چهره های خود میرن صحبت میکنن اینها از یعنی مثلا از روی خودسندیشون نیست خیلی اینها هم خانواده هاشون در عذابند زیر فشارن مشکلات دارن همه را زیر فشار میارن ولی همیشه خیلی که شما گفتین به خاطر وطن به خاطر بهبودی به خاطر که در کشور یک تاجیک ابرومند باشد یعنی قدر قیمت داشته باشد هم در وطن هم در بیرون از اون همه همین زحمت ها برای همون است 100% درست میگید خواهر خداوند شما را نگهبان باشد واقعا فکر خوب گفتین برادر بابا جان یک جلال هست تاجیک مسلم فکری دارید بگین بله برادر بفرمایید هست بله بله در فکر این برادر تبر بود کی بود در فکر این مقصد گفت در سیاست روسیه شما مقصدی تنک نمیتونه ما هیچ نکردیم بر روسیه کار هم نداریم شلو با امریکا تو رفتن این همی انا کیا ایجادمو تو همی رحمانوف براوا ان شاء الله با امریکا دیگه مهمونی من روسیه نمیام اینا خبر مهمونی نمیام دیگه نمیام ان شاء الله با امریکا ابدیم من فقط چیکار کردم یک مقایسه عادی کردم کمتر یک مقایسه کردم ده دیکتاتور را تمام یگو گپلیش نگفتم که باردار خودت اگر خفه شده باشی بخشیش من خفه نشدم ممکنه ما صحبت کنم حاضریت فهم برادر بله اکا گبزن برادر انا مردمی ما اینما 88 تولدم ایروز تولد شدم فقط نگاه کردم مردم کارکنی گجو روسیه و بر پدری روسیه نعلت که در درون تاجیکستان زندگی آباد کرده نمیشوه فقط روسیه اومدن در کار آخی میشوه دولتی ما یا دولتی آزی خیده تولد داد 88 گفتی اکا نه اگر فکر کن که یا برور ای خودت کلون اگر گرچنده که ما اوش در دوری مثال تحت دستی روسا بودیم والشویکاش ده این مثال کمونیستاش ده در تحت دستی ایو بودیم یا ملتی که اینقدر ظلم بالای ما کردن اینقدر همی کوشش کردن که ای بین برند زبان دین اوین فرهنگ مونه همه چیز مونه ما را ای دست مون گرفتن بود من که ایتو نیاکه که با انشاءالله که این مردم نیاکه چه خیلی شهرمردا داره چه خیلی شهرمردای داره که میتونه که در دنیا قایل کنه که کی ایده این ملت ما بعد اگر که او وقتی که انا میخیر فکر میکردن باباهای ما اگر فکر میکردن فهمیدی این وقتی مثال تا این عذاب نمیکشیدی انا با ما بابیام هم گناهگار نمیکنم در اینجا که بگیم که اگه بابیام ما به عقل نبودن بیچاره در سیتواسیه بودن که اینمی رحمانوفی او دوره نیاز کن او دور پروستا کمتر آزاد بودن که همین ما شنامه خوندن انا خیلی ملوها را گلچین مینن هازی میبرن تا قتل مینن کو هازی با دموکراتی میبرن میکشن توخی یا جنگی خنگ رفته ایسا هست ده ایخی به سلاح است هاگ میبرن تا خفگیرت مینن کو میفهمی انا او که رفته ایسا هست در نقاب دموکراتی ای کو رفته ایسا هست گرچنده که او وقت دیگه خیلی رفت ما ای با بیامون هیچ خفگی هم نداریم خفه هم نمیشیم الله خیرشون بتا که همین ماها را مثال
да ҳами чӣ ҳамун қаҳак ки ҳозир зиминаке ки дорем ҳамурам бояд итаву ута каҳан гирифтан ҳамун қаҳакам гирифтан хуб каҳан ана да ана ҳамун қаҳак мо нав 10 миллионем иншааллоҳ ба амри худо бародар аёдат нарор ина 88 бошӣ ма худо хела ё шумолӣ иншааллоҳ ба амри худо ку фақат ба сари қудрат омадани ана ҳами бародарои сиёсии мухолифине ҳастанд ки дар фикри рушди тоҷикистонанд дар фикри ин ҳамитан ҳозир як хизмат кардагӣ бародар худат МЧС хизмат кардагӣ 08 589 хуб кардӣ ай майдаҳакӣ ҳами давлат ба ту як чизе дод ки рафтӣ хизмат кардӣ ина мана надодааст ман то рӯзе хизмат кардам фикр кардам ки оянда хуб меша не ки ман ягон ҷои хубиша надидестам ҳамин як чизеда бародаро як чизеда бубинед ҳамин дар ҳамин кишварҳои диктатурӣ чанд нафар баромад гуфт ки вақте овоз баланд кардан гуфтан а бародар ин шуморо боздошт мекунанд баъд ҳамин як гап гуфт ки охир мо то кай хаб мекунем мо хай зиндагимон сиёҳ ҳамеша дар проблема ҳамеша зери фишор вале ҳадди ақал фарзандомон як зиндагии беҳтар дошта бошанд ҳоло ҳамин чӣ хеле ҳамин бародаро ҳар суҳбати хуб кардем воқеан ҳам мо ҳадди ақал мо шумо азоб кашидем ҳадди ақал фарзандомон як зиндагии беҳтар дошта бошанд мо мисол агар ҳамита хомӯш бошем фарзандомон ҳам ҳамин хел мешаванд фарзандои мо иншааллоҳ ба амри аллоҳ бояд дар як фазои сиёсӣ дар як фазои озодии зиндагӣ кунанд ки ба бигӯянд ки бача ҳамин бобиёи мо ба худо раҳмати фалонӣ бовар кун ин хеле кор кард сирка бурданаш германия ай ура сираш каҳан як ҷои дига ҳамита ку шохино дар дӯст ҳамита сирка бурданаш некем ку нагашт ақида ва айраҳаш барои ин миллат хизмат кард фаҳмидӣ ани ихе бигӯянд фахр кунанд пигах ки ана ки нав мо ина ба ин рӯзора мо расидем ай пушти ана во расидем ини ихе бигӯянд нагӯянд ки ҳамин зинокора гирифтан рафтан дар ҳамун россия лапоткаҳо дар дӯст кор кан хуб беақл бидастанда инем я раҳмонов 40 сол шид девнашон каш гашта сай иш бо айушне и бачаш и бачай ана ҳамувай ки инеми хел мунка ҳаст ҳамун ки ай дар бувоҳамон мехестанд и вақт мо мақсад як чӣ медидем як дақиқа мо як дақиқа бахшиш ба ҳама як дақиқа мо ай эмомалӣ раҳмон чӣ дидем ки мо ай сағираи вай далши мебинем сағираш дар хонаи аввал хирондагӣ пӯшондагӣ нигоҳ мекунад падари ман дар халқ чӣ хел хизмат кард ман далши ҳамихе бурдан мегирам ҳамихе нест аз зани ғар бирояд зон ки устодаш ғар аст ягон чӣ фикри дигар надора и ку ба номи худо ку иё ку тамоман дар фикри ин миллат дар фикри ин давлат дар фикри ин дар завод диктатурара ҷо кардагиай дар мардум ки ҳар як одам ку фарзанд мезояд ку мегӯяд ки бачам бихон ту бира бихон ку ба ноки рӯчка пула меёвӣ ани гапа мегӯянд дар хунат ё ки намегӯянд ту доно худо бувид гуфтуд ё ки нагуфтуд ҳеҷ бор вақти астағфирллоҳ биёз як гапи ганда мегуфтум анами гапо 100% бихон ихалӣ мешай ухалӣ мешай то рӯзе эмоматӣ рафтуне мардум хоки хунук намеша ана ин таъсири чӣ буд таъсири ана ӯ рус буд ки таъсири СССР буд дар мо ки ана михе фанқатиҳо як бригадир мешид ӯ дан меҷо бригадай мегуфтанд керзиёи латагӣ пӯшидаги ами раҳмонов воре ӯ бригадай мегуфтанд та фаҳмд фулук мекан ҳамитарагами нуму мекан мерафт зиндагишон ана ӯ бобиёи мо ани чиза ёд гирифтан ай омӯзонданд барои дар мардуми миллат ин миллата ҳаримхир кан ба дараҷаи раҳмонов дар 30 соли дига кард ки яҳкида мегӯяд ки бара да як ҷоҳак нуму ку як бихун пул мета мехунуна вазифааш мехара ки ба нуки рӯчка меёвиш ай нуки рӯчка ай ки меёвиш ай ду бародари тоҷик ки дигар меёвиш бародар
میایم میگو 30 سوم میده به این کار تبود میکنه. وقتی من میخوندم در دانشگاه ملی من میخوندم که میگفتن که برای چی؟ برای که من قراتخینی دیدم، قراتخینی من والله قسم کو همون معلم میگفت که شما کو خطرناکه، میگو شما را ای همون دورش همیتا خو میگفتیم میدونیم ما رنگی کردایم ده در ترکیه هنکو بیچاره وطن میگن گرفتن اونو مغولاش چی اکد خیر با او نرسیم ما انمو خیلی برادران ما را کم تر وقتی که ما بله برادر با من میرم برادر هم یه مینوتا گام میرم اینا یا میتوش ما یک خطی برادر بتالیون شی یا سخنی آخرین بیو خیر من با همین مردمی چاپلوسه که از طرف رحمانوف دفاع میکنه من گفتنیم که هوایو اگر در خانهاشون سگ نداشته باشن انمی ما مردم مخالفینی در داخل روسیه بوده ما شما را همچون سگی هم مردم حساب میکنیم برای که و سگ ندارن شما از بجای سگ‌های هوایو میخیزید از طرف هوایو دفاع میکنید. خداوند شما را انصاف و توفیق دهد. سلامت باشید. سلام برادر جلال بفرما برادر جلال. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. سلام علیکم با کلی تماشابینو. همه برادرو به حد سخنای خیلی خوب کردن. اصلا ما هم در غریبیم در همین شبکه‌های همین پروگرام ایمودا ما یک پروگرام یک سکرت ایمو کردگیم همین برنامه‌های کارات که ای کانال افق ما همون رو سکچاد میکنم در همون میپرتم یک کانال سکرت نه مردم هم باید تماشا میکنن. ما زیاده از 30,000 تماشابین دارم در هر یک هم برنامه که ما اونجا میفرام مردمی حالا بسیار مردم عبیش نکیمی فقط همو فکرشون همو کار دمیرسه بسیارش در این مشتگی همونجا چق میکنن. ما همو برنامه ها رو در همونجا پرتافتگیم هم زوانکای تلفن زوانکای ایمو را ما نمرش همش سکرت کردگیم که هیچ نمیتونه دیده. همو برادرایی که همینجا تماشا میکنین همو برنامه ها را کم سکچات کنید در همونجا پرتو اینکه هم مردم همو عبیش همونجا بفهمه. نگاه نکنید مخالفین که کی مخالفین دست با کار میزنن و با شما تماشابین باشه. کم شما هم خیلی کمتر گفتی گپا که دستگیری کنید برادر رو. تو که ما نگاه میکنیم که مخالفین کی برنامه میبرن با ما تماشابین شویم یا که دوجه زنگ زده در دیل خدمانه بگیم. کم شما هم حرکت کنید برادر رو که مردم کمتر ما هم باید بیدار کنیم. هر یک ما همینجا همین برنامه رو نگاه میکنی برادر باور که 300-400 هزار تماشابین داره نگاه میکنی و 3,000-3,500 لایک داره. این مردم در تا ترسو شده اگه بخدا که تو که ما خیلی میستیم خواب میکنیم. ما خودم 22 ساله‌ام باور که همین تولد شدگیم نگاه میکنیم در خونه صورت امام علی رحمون چسبونده هول هم همون صورتو هسته هول هم همون گفتی گفو که در راه رو امیر پلاکاتای امام علی رحمون زدگی اساس گذار صلح و وحدت اصلا نگاه میکنی همون یک دیوال که در همون یک زبور که در شهر وحدت ساختگی این تو همین سال ما 15 سال پیش بود میرم هولم همون دیوال کجاله شده یا برو همون افزگی یگا اونجا آباد نیست. مردم شما پرستایت کنه که این رحمانوف که ایسر قدرت برا که بچهش بیاد بدونه که یگام جا آبادی هم نمیشه و یگام گفتی که دو نمیشه و همون چی خیلی که بود همون سستف میمونه همین حکومت ده. بله من خواهش میکنم برادر رو که همون برادر هم مردمی که کمتر ننگ و ناموس دارن کمتر شونه ما همچه یک مردمی بیدار میشمارن بدوره برادر مردمت بسیارتر تکلیف کنیم. من نمی چی برنامه‌ای که ترانسلیت که پرامو افیره که برادر محیدین کبیری میشید محمد اقبال صدرالدین میشید یا که شرف‌الدین گدایف میشید ما همو رو پدلیت میکردم در دیگه برادر در شبکه‌ها
ما همه شبکه ما سکرت کردیم فقط برای دروزی خود میشوه همون ما تکلیف میکردم که خک ما به پارتوفت میگم کدومش که تماشا کنه اختیاری تماشا میکنه کدومش که تماشا نکنه من هیچ کس مجبور نمیکردم او هیچ کس او گفتی گپو که خبردارم نمیشوه شما تمام سایتاتون برادرو چی سایتی که واتساپ داره ایمو داره اینستاگرام داره اینستاگرام دانه همیش سایت ابیش نه که فقط هم بین خودم مثلا گپ میزنین چند تا برادر هم کورس و هم صنف داریم ما چند تا هم صنف و هم کورس دارم ما خدمت کردگی نیستم ما دانشگاه سلخوز خوندگیم همون برادرها ما مثلا میفرما کردم چقدر سیوی از دارم ما این برادرها خواهش میکنم که همه را با نظر بگیرید نبسته که نگاه نکنه که یک مخالفین برای برنامه کنه بعد شما تماشابین باشه کم شما هم حرکت کنه که ما در کانال ایمو در همون شبکه ایمو در هر یک نوارم 15 بالا تماشابین دارم تمام برنامه ما رو همین برنامه رو ما اونجا همون 5 minut 6 minut یا خیلیش 20 minut هم خیلی هستن ما همونجا فریدگیم مردم 15-20 هزار مردم تماشا همون جوهر همونجا مردم الان که میفهمم ما در تاش نام کانال نویسگیم و گروه 24 و افق تیوی ما همه کانال رو نویسگیم که مردم بدونن تماشا کنند اونجا سلامت باشید برادر عزیز بهترین پیشنهاد واقعا هم درست میگید یعنی بین دو طرف است از یک دست آواز نمیاد دو دست باشد یا همکاری یک نفر باید قدر استطاعت باید سعی کوشش خودش بکنه درست است بله ما هم همه کوشش میکنیم ما هم برادرها خواهش میکنیم که یا خیلیش میگن که ما بیاید سردست جمعونه باشیم نگاه میکنید 400-500 هزار تماشابین داره میگن ما باید پسانی سردست جمعونه باشیم نگاه میکنید 2.5-3 هزار لایک داره گیجه وقتی که 300-400 هزار تماشابین میشه حداقل 300 حداقل 20-30 هزار لایک داشته باشه که ما بگیم خیلی ما 20-30 هزار الان سردست جمعونه شدگی سلامت باشید برادر عزیز لایک بگذاره که همون لایکاتون بگذاره که بفهمیم که شما تو کجا سردست جمعونه شدگین تو کجا اوجه دوخ پیدا کنین یا کاوکاز یا چچنسک میگه که ما روز در برنامه در برادر عبدالرحمن نولنا تماشا کردم میگه که مردم شما میگه پیش میگه به حد مردم دستوین مردم بودن میگه این روز ما رو میگه که شما اوجه یک تریاف کشیدگی میگه شما به مثل یک لاتین میگه شما گاو نزنین دیگه حوزی اون مردم پیش بابا و پدروی ما گفتی گپا که او مردم ما پیش دوخ داشتن حال یک رحمان فی پلیت که خودش یک گفتی گپا که نجاسه مردم هم یک سیستم سوختگی که مردم هم اول که همو خشیده است یک مردم ترسو شده است ما خودم در همین روسیه مهاجرم نگاه میکنم همین 24 ما با اتوبوس کار میرم نگاه میکنم مردم در تواوج مردم ما همه تولد شدگیش اوش هم موزگ شده همو تغری کردگی دا باشان خب که میبرن تا ایگا پناگو همین سیستم را اوش در همه جا سوختگی هم نه ما عارفش با کار میایم ما در اینستیتوت هم خوندگیم همین دانشگاه اگراری ده فاکولته میخفاق ده خوندگیم نه ما عارفش با کار میایم نه ما علموش با کار میایم یکم کورس همین خدر اومدیم یکم چی سر شدن ده چی میگن پیش امتحان دو تا زچوتکا بود باور کرد نقل میداره زندگانون نقل میداره میگن که 20 جام که نمیگم ما یا فن باید چی میسپردیم نیم ساله رو باید میسپردیم امتحان رو 20 جام که نمیگم ما زچوتکاتون مونم 20 نقل دبین مردم میگه یگام کس دیگه خیلی نه حکومت دیگه با کار میو حکومت اونجا فرسوده شدگیه مردم بفهمه شما بگیره کانالا رو ده همه جا پدلیت سکنه که مشته مردم کم تربیدور شود تمام کانالاتون سکرید نکنه یگام کس نداره نگاه کردنتون نمراتونه بله سلامت باشید برادر عزیز زنده باشید برادر جلال اگر بله بخشش یک دقیقه اویدیم برادر روزی درباره عبدالرحمن 09 گپ زد عبدالرحمن 09 بهترین بچه ما یا بهترین بچه بله مخمم نیکی درباره قضیه که همین قضیه که
بچهای پومیری گپ زدگیان در همین بالا. بله ما او گوش کردگیم. کمتر خطا کرد. اینجا این کاری حکومت تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان از بعد سال 91 92 مردم تاجیک، مردم پامیر، مردم کلاب قد جنگ موند، مردم کرغان قد جنگ موند. این همه برادر نگاه که برادر که همه پیش همین سیستم همین رحمانوف به سر قدرت آمدن. نگاه کنه که یگان پامیری نمیگفت که ما پامیریم یا که ما باید خودمون جدا کنیم. یگان کسی خیلی میکردن. بعد همین حکومت رحمانوف که اومد انیم چیزو بعد سرشید. درست بود که مردم بینشون جنگ شهروندی بود. برادر عزیز موضوع دیگه نبریم. درست است، تشکر، خیلی صحبت خوب کردین. حالا یک برادر مهاجر غریب است، اونم بشنویم. بعد یک سوال برای برادر بابا جان دارم که ان شاء الله که یک جای گوش میکنیم. برادر مهاجر غریب بفرمایید. مهاجر غریب عرض باش. صداش نیست که صداش نیست. برادر بابا جان نه بفرما برادر مهاجر غریب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اوکی بابا جان موضوع را اولش داخل نشدیم، راستی یک تذکر میدادی یا یادآور میشیم. موضوع درباره فشار بالای دینداران، بازداشت مولوی از غلامی و فشار بالای دینداران بود برادری عزیز. خب دیگر این متاسفانه از سال 2015 از واقعه هایی که ماه سپتامبر رخ داد، عملا همه روحانی‌ها چی در روحانی حزبی بودن چه غیر حزبی بودن، با همین بهانه‌های مختلف این دوستا و برادران رو تحت فشار قرار گرفتن. الان باز این خبری بازداشت مولوی از غلامی به ما رسید که البته جای خیلی هم تأسف است که این حکومت با این راه مقصدش چی باشد که به همین میخواد یک سیاست نوروشن خود را برای جمعیت تاجیکستان که 97% مسلمان است، باز از این طرف پیشه بر ریشه همون پیشواهای دین دارد میزند. محدودیت‌های عبادی، محدودیت‌های طاعت عبادت‌ها چی در مراسم حج چی در برای جوانان قانونی بود 2000 چندم برای توسین 18 ساله به مساجد در اماکن دست جمعی نرفتن فرزندای مسلمان. خب دیگر اینم ظاهرا از منشأش از طرفی آب میخورد که از اونجا شاید هم همون خواجگان خارجی که به دیگر برادران نسبت میکرد، شاید این سیاست حکومت وابسته به همون خواجگان خارجی آنها باشد. از این لحاظ دیگر یگان توقع خوبی هم از این حکومت نداریم ظاهرا، به خاطر مساجد از گنبد از شعارهای اسلامی خوشتون نمیاد، از این مقدسات و از این شعائر اسلامی ظاهرا از خود سرور مقام یکم رئیس جمهور تا با زینه‌های پایانیش همش مخالفت دارن ظاهرا. اما مسلمانی زبانی هستند، مسلمانی واقعی نیستن که دیگر مردم باید دیگر حق را از باطل انشاءالله جدا کنن، بفهمن که کار دارد به کجا می رود. بله تشکر. بله سلامت باشین برادر بابا جان. همین مسئله اکی محمد علی حییت میخواستم صحبت کنم، حالا که درباره نهضت و غیر نهضتی و دیگر همین دینداران در اون در زیر فشار و در همین هستن. همون مسئله که اکی محمد علی سه خواهش کرد که همون از طرف مسئولان زندان یک تنها قبول شد، واقعا جای تعجب است. یعنی فقط برای اینکه یک همون چوجوشونه یا انتفالی که میخواست همون را برگردوندن، ولی رادیو را گفتن که نمیشود و در مسئله رادیو گفتن که دیگر رادیو در خود همین همه
همین زندان هست میتواند گوش کند، ولی یعنی دیگر این اکای محمد علی میخواد دیگر کانال را گوش کند، ولی به هر حال همین خیلی جواب دادن. و بعد در مسئله اینکه با اکای محمد علی اکای سید عمر بماند، یک مسئله عجیب است. همین نورالدین رحمانوف که همین خودی محمد علی اکای محمد علی حید از یعنی شکنجه کرده بود، اون یک کیلر، یک آدمی که متهم به قتل زنان هست، زنکو هست، اون را هم اتاق همین اکای محمد علی کردگی هستند. و همین حال در تاجیکستان همین چیز زیاد است که یک مقام اگر یک کینه توزی کند، بغض و کینه بگیرد، در همه جا زهرش میچ کند. واقعا هم زن اکای محمد علی هم میره گفتگی است که این یا خانواده اکای محمد علی اگر در بگیم، همین که این کاری نورالدین رحمان است که همون یک آدمی که متهم به قتل زنان هست، اونا هم اتاق کردگی هستند. همین درست است؟ بله، در صحبت همسر محمد علی حید این صدا داد و ما هم دیدیم که واقعا هم نورالدین رحمانوف اصلا یک جنایتکار است که در تمام مردم علاقه از اون بداد آمدن. تمام خانواده های زندانیان اونا میشناسند، میدونند دربارش علاقه شکایت های زیاد است و این را همه میدونند. ولی متاسفانه یک چنین جنایتکار در حکومت تاجیکستان نه مجازات می شود، نه از کار برکنار می شود، بلکه در همون زندان باز مقام بالاتر می گیرد و باقی می ماند که این واقعا جای نگرانی دارد و مردم باید به این توجه بیشتر کنند. و در عموم اگر دقت کرده باشید این مسئله یک چیزی عادی نیست، یک چیزی طبیعی نیست، زیرا که نورالدین رحمان اون چیزی اینگونه که میگویند خیلی انسانی ضد دین است و با اکثرا با همین زندان‌هایی که با معیارهای دینی اونا زندانی شدن یا با اتهام دینداری مثلا با یک چیزی دینی بازداشت میشوند، اونها رو خیلی زیاد شکنجه میکرده است و حتی تحقیر هم به مقدسات اونها میکرده است و یک انسانی اصلا از تمام اخلاق و از انسانیت دور بوده است و خیلی درباره‌اش معلومات های عجیبه وقتی که صحبت میکنن خانواده های زندانیان و بعضی زندانیان آزاد شده درباره اون وقتی که معلومات بدهند، واقعا انسانی یک جنایتکاری به تمام معنا است. و باز اینکه وقتی اون باقی میماند و درباره او بخصوص وقتی که درباره او باز از طرف خانواده زندانیان سیاسی و زندانیان دین به اصطلاح اعتقادی معلومات پخش شد، اون کینه اون باقی مانده است و اون کینه‌گیریش همون ادامه دارد و متاسفانه امروز هم همین بلاها را به سر مردم، نه تنها به یک اکای محمد علی، متاسفانه به سر بسیاری ها از زندانیان چنین یک جنایت ها، یک مشکلات آوردگی است این جنایت ها. ولی تا حال ما میبینیم که در همون زندان باز فعال است، فعالیت میکند و هیچ نه تنها مجازات برکنار نمیشود و بلکه باز با جایهای بالاتر، منصب بالاتر هم میرود. بله، این منصور جان عمروف وقتی که زنی اکای محمد علی گفته است که اون آدمی که در هم اتاق اکای محمد علی هست یک قاتل، یعنی متهم به قتل و به اینا هست و اکای محمد علی را یعنی برقصد عمدن یعنی زیر فشار میارد، میخواهد تحریک بدازد که اکای محمد علی یگون داد و فریاد بزند. این یعنی یک چیزی عمدانه است، یعنی عمدن است. بله، یعنی این نورالدین رحمان از همین طریق میخواهد قصد خود را از این که محمد علی حید یا خانواده محمد علی حید، استاد محمد علی حید این درباره اون شکنجه او رسانه کردن میخواهد انتقام بگیرد. بله بله، مشخص است همین انتقام گیری است، دیگر چیزی نیست. این دقیقاً همین. ولی اینا منصور جان عمر خوب میداند. بله، ولی هیچ یعنی رئیس زندان هیچ یعنی چاره نمیاندیشه. بله درست است. همون چیزی که منصور عمرف در رسانه ها نشر کرد، گفته است اینجا زندان است و در زندان همین گونه است، همه
مبهم هستند و یک شکل جواب داده است که واقعا جای نگرانی دارد. ولی در حالی که در تمام دنیا زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان از چنین جنایتکاران باید که جدا نگاه داشته شوند، ولی در حکومت تاجیکستان که حکومت رحمانوفی هست، در واقع یک حکومت دیکتاتوری، به همین شکل است. هر کی رو میخواهند با چنین راه مجازات یا اینکه فشار میارند. بله واقعا من امین در اکای محمد علی واقعا من احساس کردم که آدم قالبشکن، آدمی که هنر سیاست دارد، حتی در زندان اونم که در یک سال دو بار یک بار اجازه صحبت با اویله دارد، همین یعنی معلوم است که هنر سیاسی قوی دارد و توانست است که هر یک در آمدن یک چیزها از شکنجه از یعنی از داخل زندان برآورد و خیلی خوب میشود. حالا همینجا یک برادرم گفت که باید، یک خواهرم گفت که باید از داخل هر چیزی میتوانند بفرستن. این واقعا همان قدر ما از ظلم و ستم بگیم، از ظلم و ستم مردم خبر بکنیم، ویدیو بفرستیم، این بفرستیم به فایده کار است. حالا یک برادر الهام جان یا یعقوبوف به همین نام هستن، اگر نمیدونم برادر الهام جان هستن یا دیگر نفر، اینا گوش میکنیم و ما استه به آخری برنامه رسیده شدیم. برادر الهام جان یعقوبوف، شما همان الهام جان یعقوبوف هستین یا دیگر نفر؟ بفرمایید. الهام جان بفرمایید. الهام جان یعقوبوف خوبه. نه اینترنتش به فکر مشکل داره. اگر اجازت باشد من صحبت کنم. حاضر اگر برادر تبر یک محمود جان من یک جلسه داریم، اگر شما اجازه دید من خارج میشم و شما با دوستان ادامه بدید. جای شما رو الهام جان یعقوبوف میگیرد. فرمون برادر. سلامت باشید برادر بابا جان، زنده باشید. ولی تبر جان سلامت باشید. الهام جان بفرما. الهام جان بعد از اون برادر تبر وقت گرفتیم، بعد شما. الهام جان. الهام جان آواز میاد؟ خب برادر تبر بفرما تا اینکه آوازی برادر الهام جان یعقوبوف خوب شود. بفرما برادر. اگر همین برنامه شما 24/7 باشد من تیار کی صحبت کنم و کارهای جنایتی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانов فقط گپ زنم. مردم نگاه که مردم پریزیدنت خودشون مسلمان حساب میکنن. مومین برادر مومین میکشته، ترمه میکده، زندانی میکده، در کجا توری میگیره همین کار؟ برای یک کرسی شده، برای زندگی شده مردمی برادر خودش میکشه. ای مردمی تاجیک بیدار شو، نخواد تو این درجه را شما همین خیلی من نمیدونم چی گفتم، پس من نمیخوام شما را خفه کردم. و این دیکتاتوری است، دیکتاتوری نمیخواد. امامعلی رحمان اوجه پیر شدگی و این دیکتاتوری است، دیکتاتوری نمیخواد. التماس یوتیوب تو خاموش کنه بعد تماشا کنه. بله گپ زنید. این پریزیدنت تاجیکستان دیکتاتوری است. اگر دیکتاتوری نمیشد امامعلی رحمان اوجه زندگی خچه به یک جای رساند، اوجه فکری مردن شکدیسته، امروز پگاه میمره و دلش برای خودش نمیسوزه، دلش برای بچه و دختر و نویراش میسوزه که این قدر ظلمه که من در بالای مردم تاجیک کردم. این مردم تاجیک تو پدرش کشتی، باباش کشتی، نویرش زنده اید. ایش دانسته گیر که نویرش زنده اید.
نویرش این کارهایی که تو امامعلی رحمان در حق این مردم تاجیک کردگی همه ای را میدونه. تو میری تو فکر نکن که تو خلاص بشی. این همه قصدی را ای دختر و نبیره تو میگیرن. ایشه دونسته گیر. با دو گوش شد خوشرو گوش کن. این گپای منه. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. تاجیک مسلم اگر چیزی داشته باشین بگین. بعد برادر الهام جان هم کوشش دارد که وارد شود. حالا اول برادر الهام جان اگر برادر الهام جان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبه برادر عزیز؟ اینجا الحمدلله سلامت باشید، سربلند باشید. این موفق شدم که به برنامه شما وارد شوم. یعنی چند هفته کوشش میکنیم که در برنامه شما یگان اندیشه خود رو بگوییم که این هفته نصیب شد که در برنامه شما اشتراک کنیم. خیلی یک موضوع خوبه. خوش شدیم دوستان. بفرمایید. خیلی خوب شد که یک موضوع خوب و سری وقتی برای مردم یک موضوع رو تحلیل کرده استادید. واقعا بازداشتی مردمی تاجیک، نه تنها مولوی یا یک دیندار یا بیدین یا نفرهایی که برای حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص مقامات قدرتی رحمانوف مناسب نیستند یا دوست نمیدارند، آنها را بازداشت میکنند. این نه ربط به سیاست، نه ربط به دینداری، نه ربط به یگان مسئله دیگر نیست. این فقط من این بازداشت ها رو فقط از نتیجه قصد گرفتن حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم. شاید این حرف رو از من پیشتر یگان کس گفته باشد، یا خودی شما یا خودی اکی بابا جان که حالا دیگر بیرون از برنامه شدن. اگر تکرار شده ایستاده باشد این اندیشه من یا فکر من از شما از بینندگان هم عذر میپرسم، ولی همه بینندگان و خود شهروندان تاجیکستان هم بداند که حکومت تاجیکستان حالا یک عملا فعالیت یا سیاستی قصدگیرانه را آغاز کرده است. از سال 2015 همین عمل را اجرا کرده ایستاده است. بیشتر از ترسیدن آنها عمل قصدگیرانه را انجام داده است. مگر همون نفری که لایک میموند یا همون نفری که اون در پست یا در فیسبوک اون 2 جمله یا 3 جمله یا چند بیت از شعر عبدالرحمن جامی رو نوشته شده است، مگر از همون ترسیدن ممکن است؟ مگر همون حرفا یا همون شعر عبدالرحمن جامی که این 1000 سال پیشتر عبدالرحمن جامی نوشته است و گفته شده است، مگر به امنیت جمهوری تاجیکستان خطر دارد؟ مگر به شهروندان جمهوری تاجیکستان خطر دارد که آن رو ترسیده آن رو به 5 سال محکوم به زندان کنند؟ این فقط یک عمل قصدگیرانه است تا چشم مردم رو بترساند. از همین جهت وقتی که سال 2015 ما رو بازداشت میکنند در کمیته امنیتی دولتی ملی ولایت سوخت، همونجا هم گفته بودند که من نو درک کردم. اون البته بعد از اونی که در مهاجرت اومدم، یعنی در این از تاجیکستان بیرون شدم، بعدا اون حرفایی که گفته شد آهسته آهسته به یاد آوردم و تحلیل کردم و نتیجهش همین شد که واقعا از همون سال 2015 اونها یک سیاست قصدگیرانه رو عملی کرده ساده بودند. چون گفته بودند که حالا نگاه میکنید که ما هم شما رو به خاطر آن که این سالها برای شما اجازه شد که این حرفا رو بگویید، یعنی که ضد حکومت، ضد رحمانوف مبارزه برید، ما هم شما رو نیست و نابود میکنیم. یعنی نیست و نابود کردن و اولا این حرفا رو گفتن یک عملی قصدگیرانه بود. ما میگوید قصد میگیریم، یعنی روی راست اگر هم نگفته باشن یعنی معلوم شد و این چیز رو برای من معلوم کردن که ما شما رو نابود میکنیم، نیست میکنیم و قصد خود رو میگیریم. از همین جهت این بازداشت مولوی یا حاجی دکتری که حاجی معطوف میرزاخولی که از ناحیه اشت همکاری ما بود که سالها از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست کشیده بود، حتی نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا از جانب مقامات جمهوری تاجیکستان فعالیتش منع شده بود، او از فعالیت دست کشیده بود و او را بازداشت کردند. یعنی معنای بازداشت کردن و معنای اینها رو محکوم به زندان کردن قصد گرفتن است. آنها از ترس، یعنی تقریبا از اون نفرانی که نمیترسند و خودشون هم خوب میدونن که آنها تاثیر به جامعه ندارند
یا مردم رو در گرد اطراف خود جمع کرده نمیتوانند. میدونند که در تاجیکستان گرد همایی تا این زمانه یا در همین محیط در همین شب و روز گردی هم آورده نمیتوانند. یعنی اون ترس نیست، اون یک قصدگیری است، یک عملی قصدگیری است و یک عملی رشوه‌ستانی هم هست، به خاطر آنه که اینها هم پول کار کند و چشم مردم رو هم بترساند و قصد گیرد. این عملها رو انجام داده شده است و نگاه کنید ما تقریبا هر روز میشنویم که این نفر رو بازداشت کرده است، اون نفر رو بازداشت کرده است، یک نفری که در فیسبوک پست مونده است یا لایک مونده است یا مولوی بوده است که در جای سخنرانی کرده است، اون رو بازداشت میکند. یعنی بازداشت اینها باز هم تکرار اگر بشود بگویم که اینها یک عمل قصدگیرانه دارد و باید مردم و ملت بداند که این حکومت، این رژیم رحمانوف تا آخر قصد خواهد گرفت و یک عکس العمل از جانب مردم و ملت تا انجام نشود، یعنی که ما عکس العمل نشان ندهیم، تا ما دندانهای خود را نشان ندهیم، باور کنید اینها از قصدگیری خود دست نخواهند کشید و هر کسی که به خودشان معقول نیست، نامقبول است، آنها را بازداشت میکنند و محکوم به زندان خواهند کرد و خودی محکوم به زندان کردن هم اون سراغ‌ها یا بیش از 10 سال و 15 سال زندان خواهند کرد. یعنی حتی نگاه کنید همین سراغ دادن هم اگر بروسی باشد هم سراغ دادن هم یا مهلت زندان رو معین کردن هم الکی همین معنای خودش در همین معنای قصدگیری دارد. نخود برای یک لایک موندن شما 7 سال یا 9 سال یا 15 سال برای لایک موندن در کدام کامنت یا در کدام پست یک مخالف شما این نفر رو 15 سال یا 10 سال یا حتی 5 سال هم محکوم به زندان کنید. این چی رو نشان میدهد؟ واقعا این همین رو نشان میدهد که این قصد گرفتن از همین نفری است که با مخالفان گویا که همکاری دارد یا مخالفان رو پسندیده است. برای همین وقتی که رژیم قصدگیر است دیگر در آنجا پیشروی نخواهد شد، در آنجا آبادی نخواهد شد، در آنجا برعکس فساد گرفتن و یک عملا یک چیزی حس دشمنی در آن ملت در آن رژیم زیاد خواهد شد و در این و از این حکومتی که قصدگیر است هیچ چیز رو انتظار شدن لازم نیست و ناممکن است. نه آبادی خواهد شد، نه پیشرفت خواهد شد، نه صلح خواهد شد، نه امنیت خواهد شد. و نگاه کنید که دیروز هم یک سازمان بین المللی گلوبال پیس، یعنی همون سازمانی که کشور زیاده از 170 کشورها رو صلح و امنیت آن رو معرفی میکند و رده بندی میکند، تاجیکستان رو در رده 97م بین زیاده از 160 کشور مونده است و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان چند رده پایینتر از تاجیکستان است. بعدا تاجیکستان اصلا همین خودش نگاه میکند که در داستان نه صلح است، نه امنیت است، نه یگان چیزی که وابسته به صلح و امنیت است در آنجا نیست. یعنی که همین رده بندی هم همین رو نشان خواهد داد که بسیاری به کشورهای دیکتاتوری که در رده بندی همون کشورهایی که دیکتاتوری هست در همون تاجیکستان در همون جای گرفته است. مثلا قزاقستان یا قرقیزستان در رده 67 و 69 قرار دارد، تاجیکستان زیاده از 30 رده بندی پایینتر قرار دارد. نگاه کنید که یک کشوری که همسایه ما از قزاقستان یا قرقیزستان زیاده از مسئله صلح و امنیت و کشورداری بیشتر 30 رده بالا در این رویخط نامنوشته شده است و تاجیکستان ما با همسایه کشوری ترکمنستان که در آسیای مرکزی واقع است با همون در یک رده قرار دارد. یعنی این وقتی که کشور عملا با ملت خود قصدگیری میکند، عملا با ملت خود دشمنی میکند، در این کشورها نه صلح هست، نه امنیت است، نه پیشرفت است، نه آبادی هست. تشکر زیاد. من به فکر من برادر الهام جان یک سوال دارم. این برادر الهام جان یعقوب است، برادران و خواهران گرامی هموطنان عزیز، رئیس اساتید مهاجرین تاجیکستان، مهاجران آسیای مرکزی که در لیست ثبت نام شده است و یکی از نهادهای عضو پیمان ملی هستند. برادر الهام جان، حالا شما از اکی حاجی میرزا قول حاجی صحبت دربارش صحبت کردین.
اگر حاضر گفتید که همین نظام همین رژیمی یعنی یک کینه‌توز و قصدگیر است، ولی چرا اکی میرزاقول هرچند سیاست رو ترک کرده بود دیگر اصلا به نهضت کار نداشت دیگر، ولی باز چرا باور کردیم به تاجیکستان برگشت و اخیراً به 5 سال زندان محکوم شد؟ شما که اکی میرزاقول خوب میشناسید، چرا باز همون خوشباوری؟ بله، ما با برادر گرامی حاجی معطوف میرزاقول تقریبا 10 سال همکار بودیم، همکاری کردیم. یک وقت اون کس در شعبه کادرهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعدا معاون رئیس حزب در ولایت سوخت کار کردن. یک شخصیت ارزنده، یک شخصیت خیلی دانشمند با سواد، حتی اگر چندی که معلومات دیپلمی یا معلومات عالی حقوقی نداشتن، خیلی در مسئله حقوق خیلی مثلا یک شخصیت ارزنده بودن و حتی در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مزد برای مردم درس حقوقی تشکیل کرده بودند، برای مردم درس‌های حتی درس‌های دیگر تعلیمات‌هایی که خودشون وابسته بودند و حتی دکتری که بودند، طبیب بودند، پزشک بودند، در شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آنهایی که کار افتاده بودند دست آنها رو می‌گرفت و یک کنسولتاسی به پول برای مردم میداد. یعنی یک شخصیت خیلی معروف و یک شخصیت ارزنده و یک شخصیتی که برای ملت خیلی خدمت کرده است. باید از خدمت این طبیب حاضق، از این طبیب و پزشک اشتی یا ولایت سوخت که همکار ما بودن باید تفسیر کرد، باید گفت، برای اینکه این خیلی نیست است که اون نفر برای ملت خدمت نکرده باشد. این نفرایی که به ملت خدمت کرده است و آینده هم میکرد، امروز افسوس که در زندان هستند. اما باعث افسوس است که طبیعت انسان همین گونه است که مردم به حکومت خود، به اون نفرانی که صحبت میکرد باور دارد. من فکر میکنم که حاجی معطوف میرزاقول هم به اون نفرانی که صحبت میکرد، از نزدیکان خود، از خویشاوندان خود که صحبت میکرد، باور کرد که به تاجیکستان میآید و بازداشت نخواهد شد و همین یعنی که گمان نیک و همین باور داشتن سبب شد که امروز این برادری ما در زندان است و انشالله دعا خواهیم کرد که برای چی برگشت؟ برای چی برگشت شود و اون عملا با اون خدمت‌هایی که به ملت میکردند خدمت‌های خودشون رو دوام خواهد داد. ولی حاجی معطوف همیشه یک انسان خوشگمان بود و خوشگمان ماند است. از همین جهت به حکومت جمهوری تاجیکستان باور کرد، با این خوشگمانی به تاجیکستان رفت و بازداشت شد و اگر چنده که 10 نفر شاید گفته باشد که به تاجیکستان نرود و این یک سبب میشد برای دیگران، یک مثال برای دیگران خواهد شد که بداند که این حکومت قصدگیر است، یک حکومت دشمنگرا است، یک حکومت کینه‌توز است. به این حکومت، به این رژیم رحمانوف نه به مقامات قدرتی نه به یگان مقامات باور کرده نمیشود و آنهایی که امروز در بیرون از کشور هستند هیچگاه نه به حرف خیششون نه به حرف آن نفرانی که شاید خیششون در مقامات قدرتی کار میکنند باور نکنند، نروند به تاجیکستان، زیرا که این حکومت یک کینه‌توز است، یک حکومت قصدگیر است، بازداشت خواهد شد. سلامت باشید محمود جان، شما سلامت باشید. گم شدید ولی نمیدونیم که این برنامه شما رفته ایستاده باشد یا نه. بله من هستم برادر الهام جان. ما باید بدونیم که و همون نفرانی که امروز باور کردند به حکومت جمهوری تاجیکستان رفتن، چون میدونند که کسی گناهکار نیست، جنایتکار نیست و حاجی معطوف خودش رو میدونست که یگان جنایتکار نیست، یگان کاری که غیر قانونی انجام نداده است، نه سرقانون جمهوری تاجیکستان رو و نه دیگر کودکس های جمهوری تاجیکستان رو پایمال کرده است. از این جهت به خود باور داشت و به تاجیکستان رفت و سبب بازداشت چخیلی گفتیم خوشگمانی و باور کردن به حکومت جمهوری تاجیکستان است.
سلامت باشید برادر الهام جان یعقوبوف، رئیس اساتید برادران و خواهران گرامی، آنهایی که ما رو تماشا میکنید، این دقیقه ها راوی برنامه برادر عزیز من شما محمود جان فیض رحمان شاید که با علت تکنیکی از برنامه خارج شدند یا یگان سبب دیگر که ما در برنامه ندیده ایستاده ایم. به هر حال کوشش میکنند که وارد برنامه شوند، چون من نمیتوانم حالا یگان نفری که امروز میخواهد در اینجا آخر سخن داشته باشد یا صحبت داشته باشد آنها را پیوست کنند، چون کلیدی پیوست شدن در دست اکی محمود جان هست و امیدوارم که برادر الهام جان برادر الهام جان من آنلاین هستم و سلامت باشین. تشکر زیاد، خیلی تشکر برای صحبتون. این برادر الهام جان یعقوبوف بود، رئیس اسوسیاسیون مهاجرین اوسیای مرکزی در اروپا. تشکر زیاد برادر عزیز. ما 145 دقیقه شد به همین برنامه و برای همین ما 145 دقیقه شد ما برنامه خود رو به آخر میرسانیم. از یک و یک شما برای اینکه با ما بودید تشکر میکنم، از برادر محبوب جان قیمزاد و از برادر الهام جان یعقوبوف، از دیگر برادران همه تشکر میکنیم و از اون برادرانی که نتوانستند شرکت کنند صحبت خود رو بکنند معذرت میخوایم که نتوانستیم، وقت کمتر است. یک بار دیگر همه برادران، همه هموطنانی که با ما بودن تشکر میگوییم، با لایک موندن یا پدلیت کردن یا هر چیزی که برای بازتاب همین برنامه بود تشکر میگوییم. خدا یار و مددگارتون، شامتون بخیر، در پناه الله پاک باشید.